سلام بچه، امیدوارم حالتون بسیار بسیار خوب باشه. امروز من با یه دونه ویدیو جذاب بودی، یعنی یه گیم کوتاه از دریملینگ 2019 بدون معطلی. لیت گو. ولی قبلش با یه چیزی بهتون بگم. خوشحال میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل رو فعال بکنید تا هر موقع که ویدیو جدیدی گذاشتم ازش خبردار بشین. بدون معطلی لیت گو. خب این ترکیب منه بچه ها. بریم سراغ بازی. بچه توی ویدیو قبلی هم بهتون آموزش دادم که چطوری اطلس رو بیاریم توی تیممون. اگه ندیدین بریم ببینین. ویدیو باحالی بود. رونالدو، سادیو مانه، نیمار، رونالدو، ساندروی دروازه و برناردو سیلوا تو به آسمان فرستاد. اینجا به بعدش میخوام بچه واسه تو گزارشگری بکنم. خطایی نمیگیره. انگل چون از سمت چپ حمله رو آغاز میکنن که دفاع شکست نابازی رو بی‌نظیر انلسی ها با جمع میکنه. رونالدو واسه بدی داد رونالدو، اما سادیو مانه جبرانش کرد. فرصت برای گلزنی هست، میتونه پاس بده، پاس میده، فرصت و گل. کوالی گل اول برای النصر، شماره 9 کوالی. دقیقه 17 گل به ثمر میرسه. چون تو برداشتن یه بازپسگیری خوب از زردها، یعنی النصری ها. یه پاس خوب برای کریستیانو رونالدو که دفاع از همه بهتر نیست توپا بگیره. دوباره خود رونالدو ثابت توپ میشه. لیونل مسی گل. لیونل مسی. ببینیم صحنه آهسته رو. چه جالب، خوشحالی گل رونالدو رو انجام داد. رونالدو باز میده برای لیونل مسی برای شماره 9 یعنی کوالی. وای، فقط باید جو سنگینی که زرد پوشان توی ورزشگاه قرمز پوشان درست کردن رو باید ببینیم. موج مکزیکیشون خیلی جذابه، مثل گل لیونل مسی جذابه. عجب گلی میزنه لیو مسی. وای 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 وای، ببینیم گلو. چهل و 3 دقیقه از زمان بازی را سپری کردیم. فرصت نیمار جونیور داشت به سادیو مانه پاس میداد، اما این اتفاق نیفتاد. فرصت نیمار. عجب صحنه ای بود برای گلزنی که نیمار با بدشانسی از دست داد. بچه‌ها من اینو سریع میزنم که وقت ویدیو گرفته نشه و بتونم بذارمش. بعد دیگه نگین چرا کارو کردی یا نکردی و فلان. سریع من میکنم که وقتش بره. تو من تمیز بکنم راموس رو میارم. بچه‌ها من خیلی ها میگن که این همه بازیکن خوب داری چرا نذاشتی وسط. من میخوام مثلا از کم شروع بکنم، نمیخوام از یه ذره از مثلا بهترین بازیکن‌ها رو بذارم دفاع، مهاجم، حمله. همیشه از کم شروع میکنم. چون بیشترم توپ رد نمیشه، نمیاد به دفاع تا دفاع خوب بذارم. بریم به گزارش بازی. کوالی میره دبل بکنه. عجب توپی از دست داد کوالی. 52 دقیقه از زمان بازی سپری کردیم.
لیونل مسی 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 لسی مسی. تو به اوت میره. سادیو مانه میده به نیمار جونیور و گل و گل. گل برای النصر عربستان. ببینیم. 62 دقیقه از بازی رو سپری کردیم. زمان داره به سرعت میره، اما فقط هم دارن زردپوشان حمله میکنن. حمله جدی یا خطر جدی رو به دروازه زردپوشان ندیدیم. و گل بعدی لیونل مسی. رونالدو پاس میده. لیونل مسی. سادیو مانه. پاس بعد سادیو مانه باعث جلوگیری از حمله زردپوشان شد. باز پسگیری خوب. بازی جذاب دیدنی تا اینجا کار دیدیم. آفساید. رونالدو یه دونه پاس خوب داد به نیمار جونیور. نیمار میده به این ون. مسی نتونست. توی دروازه شماره 4. دقیقه 92 بازی. النصر 6 قرمزها 0. 6 تاییه شده فعلا النصر تا اینجای کار. و سوت پایان بازی به اتمام میرسه. بچه این بردم تقدیم به همه کسایی که کانال منو سابسکرایب دارن، کامنت واسه هر ویدیو کامنت میذارن، ویدیو منو لایک میکنن و زنگوله پایین رو فعال میکنن. تا ویدیو بعد، خداحافظ.